اوکی بچه ها؟ اوکی بچه ها؟ اوکی بچه ها؟ خاندار؟ خاندار اوکی بچه ها؟ تو در خانه چی کار میکنی؟ تینجی هست؟ درون صندوق چی مانده؟ کفنواری؟ برای کی؟ برای من و خودت؟ این چی گپی؟ چی خیلی گپ زنی است؟ تو ها؟ کجای بینم؟ کی گفت؟ مایا؟ کدام مایا؟ تقویم مایا؟ کی؟ اوه این آدم بینو این همه به بیرون بر آمدنده یا توبه نخود که راست باشد. اوکی بچه ها تو از کی فهمیدی؟ او همه بیرون بر آمده از بچه ها کنی او تو بچه ها نگاه نمیکنی او تو بچه ها نگاه نمیکنی او تو میدونسته ای که دنیا با آخر برسیده است او بر وقتر نگفتی او کنی بچه ها. انا دیدی بچه ها نه توی گوش میکنن نه من گوش میکنن برای آن که ما نادرست تربیه کردیم اگر که ما گوش نمیکنن از کودکی نادرست تربیه کردیم. این همش عیب من هم باشد عیب تو هم هست. الله نگفتی در وقتش مهربانی نکردی در بغلت نگرفتی اولولو نگفتی انا عاقبتش آوازت فلش است غلط میخونی. اگر در وقتش درست الله میگفتی یکم الله خشوع میگفتی مهرت در دل آنها جای میکردی امروز یک هو گفتنت با دویده میآمدن. الله اینا خیلی مگین تفان خیلی شنواندی شیر میتی الله گفتن نمیتوانی شیر تو میتی و الله گرگی بیگ میخوند انا عاقبتش. این سوختار خاموش کنه های بینه اینقدر اینقدر چوست و چالاک بتوزن شما کجا میروید؟ به قبرستان؟ چی گپ هست اونجا؟ انا در وقتش اگر انا همیشه چوست و چالاک میدویدید مال چندین آدمان را از خرابی نگاه میداشتید خانه هاشون سوخت شما یا دیر کردید یا بر وقت آمدید. انا عاقبت کار همین. شما کجا؟ به قبرستان؟ اگر شما با کجا؟ این اداره ساختمانی بینید. شما با کجا؟ شما هم با قبرستان. چی گپ است اونجا؟ انا اکا دیدی در وقتش گفتم که بیا همین راهی قبرستان ساز کنیم من کمتر سیمنت کمتر ریگ آوردم تو کمتر یاردم میکردم اینجا دروازه میساختیم امروز بالای قبرستان ما با پودخواره و پودچرا تبدیل نمیافت. کمک نکردی من عاقبتش کن طرفی قبرستان میدویم. خیلی چیکار کنم؟ پارسال در خاطرت هست بابای شادی مرد تا بود بالای ماشین ماندیم قبرستان براریم هوا بارید ماشین برآمده نتوانست در لای فرو رفت. در خاطرت آمد به خاطرت هرچی تله کردیم ماشین باز چقورتر قوطیده رفت. انا بعد بابای شادی سرش را از تابوت برآورده گفت که ای مردم به زیر چرخ ماشین سنگ پرتاید همه جنازکی ها گریخته رفتن قریب بابای شادی هم بیا جنازه میگراندیم. یاردم نکردی. پدری تو هم اونجا خوب است پدری من هم اونجا خوب است. اگر یاردم میکردید حاضر عالم گلستان میشد. نکردی. ای بست شما با کجا؟ این ترانسفورماتور را کجا میبرید؟ در قبرستان ترانسفورماتور چی در کار؟ این از کدام مکتب کنده برده ایستادید؟ از کدام مکتب ترانسفورماتور کنده برده که نصف دیه به چراغ مانده است؟ اگر ایمان و وجدانت صاف نباشد او را نه با پروژکتور روشن کرده میتونی نه با ترانسفورماتور. فهمیدی؟ از خاطرت نبرار از خاطرت نبرار. این دکترهای ناحیه ما را بینیده اینقدر سراسیمان. که دکتر شما با کجا؟ شما هم به طرف قبرستان و چی به همتون اون طرف میدوید؟ دنیا با آخر میرسد؟ چی؟ قبرستان نمیرود کجا؟
و شما برای چی قبرستان میره؟ چی اونجا فشار مرده ها رو چین میکنید؟ فشار مرده ها رو چین میکنید میگم. من یک مصلحت میدم شما اونجا نروید. نه 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 نه. آخر برای مرده ها چه خیر نگاه میکنید؟ التماس نروید اونجا. نروید. رفیق کاپیتان شما با کجا؟ این سویتافور کجا کشاله کرده برده ایستادید؟ در قبرستان سویتافور میمانید یا پست نو میکشوید؟ آفرین. شما از خطایی ها گذراندید. مردم خطای بانوی دور چوب غذا میخورد. شما باشید بانوی یک چوب رزق روزی میابید. آفرین. بابای دنبلا السلام علیکم. شما کجا رخت سفر بستید؟ به قبرستان؟ بارتان وزنی نیست؟ حاجی بابا بارتان وزنی نیست میگم. در این خلطه ها چی دارید؟ کتاب؟ صابون؟ کنسرو؟ یا نان خشک؟ بسته های پول. بارک الله. بابای دامبلا در وقتش گفتم در مسجد ها گوید که از یتیم خانه ها هر یک شخصی دارا اگر یک تگی صغیره گیرد، در تاجیکستان صغیره ها کم می شوند. گپی من نگرفتی. امروز بسته های پول اکو به قبرستان میبرید. این پولا از سرت میماند. بهترش قبرستان رو آباد میکردیم. یک جا مکتبای آباد میکردیم. گپ گوش نکردی. ببخش من نفهمیدم. یعنی که شما این پولهای پاره میتید و بعد به بهشت میروید. همین خیلی؟ نه پرسنده های آنجا مثل مفتش های ما نیستن. این کار نمیکنن. نخواد که این راست باشد. نخواد که دنیا با آخر میرسیده باشد. ای مردم، آخر نو ما نان سری رو دیدیم. نو ما ملکمان آباد کرده ایستادیم. ما با این سرزمین عاشق شدیم. دوستش می‌داریم. اکنون من با تمام آواز در تمام جهان گفته میتوانم که من تاجیکم. تاجیک. ما اکنون زندگی را یاد گرفته ایستادیم. دهقانی را نو اکنون یاد گرفته ایستادیم. ساختمانچی ها اکنون بناسازی را یاد گرفته ایستادند. راه سازی را یاد گرفته ایستادند. شما یک به دوشنبه عزیز نظر کنید. این زیبایی در هیچ کجا نیست و نمی شود. این باغ و بستان ها، این زیبایی ها فقط در دوشنبه ما هست. این وطن را باید دوست داشت. در حقیقت تاجیکستان من بهشتی روی عالم است. این را ما ساختیم. این را تو ساختی. این را او ساخت. این را من ساختم. این را ما همه ساختیم. خدایا ما را از این بهشت محروم مساز. Oh
خنده خوش دل بنده باشد، غم پیش خنده شرمنده باشد. بر خود بخنده، بر دیگران هم، بر خاکدان هم، بر کهکشان هم. بر این بخنده، بر آن بخنده، از دل بخنده، از جان بخنده. مایی نداره، مایی نداره، آینه دل دستی نداره. آینه ماست از خنده روشن، چون دیده تو، چون دیده من. مایی نداره، مایی نداره، آینه دل دستی نداره. آینه ماست از خنده روشن، چون دیده تو، چون دیده من. به همه تأسیس دادگان این محفل، به همه آنهایی که در این گذراندن این معرکه کمک کردند، یک جهان تشکر میگویم. من اگر 100 سال خدمت شما را کنم به آخر رساندن نمیتوانم. من منت دارم. من در خدمت شمایم. تشکر به همه شما. سلامت باشید.